گفتم خب بذارم خودت فکر کنی، دارم میگم بحث این که وحید رفیقمه نیستش که ازش طرفداری کنم، دارم میگم نسبت به این که ما الان توی این ویلاییم و همه دستشون بسته است و کاری صورت نگرفته، همین که این آقا برای شما افورت میذاره و گل میگیره، درسته که حالا چیزی نیستش به اون صورت، ولی بازم داره تلاششو میکنه و این قابل تحسینه. میتونی و خیلی چیزهای دیگه. من منظورم این بوده، حالا الان نمیتونه مثلا برداری یه گونده مثلا یه کاری برات بکنه، دستو بگیره برات خرید یا هزار تا چیز دیگه که بخواد کاری انجام بده اولا انجام میده، دوما اینکه پسری که بخواد به تو علاقه نشون بده میدونه روششو میدونه. بله اون که 100%. من خودم متوجه میشم. بله. من خودم شعورشو دارم، میدونم که این آقا نداری. دارم به من احترام میذاره، برای من گل میخره و این خیلی از نظر من قشنگه. من اصلا مشکل با اون ندارم و منم بهشون احترام گذاشتم. من اولین نفر که برای دت انتخاب کردم، با اینکه حالا یه مشکل با یه آدم دیگه اینجا داشتم، ولی اولین پسری که من توی این جمع بین تمام این پسر انتخاب کردم آقا وحید بوده. پس منم بهش ارزش دادم، منم بهش احترام گذاشتم. پس من خودم متوجه میشم. من وقتی که عصبانیم دوست ندارم یکی دیگه هی بیاد اون عصبانیت منو. من سعی نمی‌کردم عصبانیتو بیشتر کنم، ولی من لازم ندارم کسی هی بهم گوش زد کنه که وحید واسه این کارو کرده، وحید براتون کار کرده. که کمکی از دستم برای رابطتون برمیاد انجام بدم که بتونید درست‌تر تصمیم بگیری. از این به بعد دیگه دخالت نمی‌کنم چون واقعا به من ربطی نداره.